پشتی شروع پفچونین گران نافبرا چکدارین رژیم اسد به پشتوانی هولبندین وی و چکدارین سر به اپوزیسیون سوریه و هولبندین وی جه چکدارین تحریر الشام آنکو آنیا نصر لپارزگاه ادلبه چکدارین رژیم باجاروک سنجار استراتژی لگندوارین روجهالات ادلبه کنترل کر. راگهاندنا رژیم تکاسکر کو هزنوان ایرو روجا یکشنبه و پشتی شرک گران به اپوزیسیون سوریه را گند سنجار و هم گندن لگندوار سنجار وک خیارا المعرا لادلبه کنترل کرن. جالیه خواه جدرنان جه اپوزیسیون سوریه او نوچه پشتراس کرد و گود جبر ایرشن آسمانیین بالافرین رژیم و روسیه لسر گند سنجار و ابو ظهور چکدارین اپوزیسیون جه گند سنجار درکتن. و جدری راگهاند که گند سنجار خالق استراتیجیه که هلا برافانی یکم جه فروخانه ابو ظهور را بو که بتن 16 کیلومتران دوری گند سنجاره. د چارچوبه دروژن بوری ده چکدارین رژیم سوریه به پشتوانی بالافرین روسیه 14 گند لگندوار ادلب جالی روجهالات و کنترل کرنه. هر وها 114 گند جدست چکدارین اپوزیسیون سوریه جمعه برچلای سال بوری انکو مها 12 سال 2017 هان و تانها درکتنه. پیشکتنین رژیم اسد پشتی ویه که تیکو دسته تحریر الشام انکو چکدارین انی النصره جوان گندان پاشوکشین. لی او یک جالیه چکدارین نافبوری هاتا رد کرن. و او پاشفکشین خست استوی چکدارین اپوزیسیونی یند آسیتان هجده بشدار ببون. جبرکو او نافچه جدفرین کم کرنا آستا شرن. به نزدیک بونال درخستنا کنگرا دیالوگان اجتماعی چکدارین رژیم اسد به پشتگیری بالافرین روسیه اپراسیون خال سر دفرین اپوزیسیون سوریه به تایبت لغوطا و پارزگاه ادلبه گور کرنه. و دو سروک روسیه ولادیمیر پوتین بانگا بشداری اپوزیسیون سوریه د کنگره دا کر. لی پرانیا گروپین اپوزیسیون سوریه بشداری خواه دوی کنگره دا تانها رد کرنه.